وتيقظا تيبان عيون نامت عيون الخائنين وعين نجبك لا تخون نامت عيون الخائنين وعين نجبك لا تخون مولاي قد نامت عيون وتيقظا تيبان عيون نامت عيون الخائنين وعين نجبك لا تخون نامت عيون الخائنين وعين نجبك لا تخون ترضو إلينا وهي إنسان هي عن الدنيا الخور نتراه أدهلها جلال الله أما القرون نتراه أدهلها جلال الله أما القرون مولاي قد نامت عيون وتيقظا تيبان عيون نامت عيون الخائنين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم إذا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين بسم الله الرحمن الرحيم در جان چکد منزل جانان امام محمد در جان چکد منزل جانان امام محمد صد در کشا در دل از جان امام محمد ما بلبل منالان در گلستان احمد معلول مرجان امان امام محمد مستغرقی گناهم هر چند عذر خواهم پژمرده چون گیاهم باران امام محمد از درد و زخم عصیان ما را چه غم چو سازد از مرهمی شفاعت درمان امام محمد امروز خونی عاشق در عشق اگر بدر شد فردا ز دوست خواهد توان امام محمد ما طالب خدایم بر دین مصطفایم
ما طالبی خدایم بر دین مصطفایم بر درگهش گدایم سلطان امام محمد بر درگهش گدایم سلطان امام محمد از امتان دیگر ما آمدیم برتر آن را که نیست باور برهان امام محمد ای آب و گل سروده ای جان و دل دروده تا بشنود به یثرب افغان امام محمد تا بشنود به یثرب افغان امام محمد در باغ و بوستانم دیگر مخان مهمی در باغ و بوستانم دیگر مخان مهمی باغم بس است قرآن بستان امام محمد باغم بس است قرآن بستان امام محمد و صلی الله علی خیر خلق محمد و آل اصحاب اجمعین ربنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لهما لجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. تو یگان خور کردی؟ من ربهم والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحیم خداوندا به ذاتی به مثالت به مشتاقان خورشیدی جمالت به مهرابی نیازی پاک دینان به نوری طاعتی خلوت نشینان به حسن شاهدانی پاک دامن به اشک عاشقانی چاک دامن به آن خاک که از خون گشتنم ناک به آن خونه که ناگه ریخت بر خاک به آن اشک که خونی صد شهید است به آن آه که گردونی کلید است به شهبازان صحرای شریعت به غواصان دریای حقیقت به ایمانی که خود کردی کرامت ببر ما را به صحرای قیامت کشا بر ما به هر صورت که دانی دری نهت سرانی جاویدانی هدایت را رفیقی راهی ما کن محمد را شفاعت خواهی ما کن یا الهی همراهم ایمان کنی تلخی جان کندنم آسان کنی رحمتت دریای او از بکنار بر سرم هر لحظه سیلان کنی نور ایمان بر دلم محکم بکن هم خلاص از جنگل شیطان کنی گفته ای لا تقنلو من رحمتی هم غفوری وعده قرآن کنی هم به حقیده صفاتت ای کرم قطره از کوثر احسان کنی در شبی اول بگوری تنگوتار اندر آن شب ساعتم مهمان کنی بر
حالتی منکر نکیر یک طرح بر منی حیران کنی خانه گورم که پر از مور و مار روزه از جانبی رضوان کنی روزی محشر از صراطم بگذران سوی جنت هم بری شادان کنی من غنیمم هم خجیل از کرده ها با تجلای خودت خندان کنی را امروز که من مهمانی تو وقتی رفتن بر سرم نکام کنی سایلی چرا مرد از کرم هم حسابی آخرت آسان کنی. میگه به حضرت رسالت صلی الله علیه و سلام میگه آیه نازل شد میگه رخساره مبارکش میگه مثل دانه انار از غایت فرح و با شوشت برافروخته بود. و حضرت ابن عباس رضی الله عنه پرسیدند که یا رسول الله این چی آیت است؟ گفتند بعد از اون صحابه گفتند یا رسول الله میخواهیم که ما را از حقیقت این آیت واقف گردانی. فرمود از من سوال کردید وقتی میگه که نامی مرا میگه وقتی میگه نامی مرا هر شخص شنید اگر بگو که صلوات بفرسته میگه از خدای تعالی میگه در همین وقت میگه آیه نازل شد میگه که دو فرشته را مخصوصی همین مقصد که برای صلوات فرستادن مکمل کرده پروردگار میگه همین دو فرشته وقتی که ایدهیت میگه الله صلی علی محمد صلوات بر محمد که گفتی میگه او دو فرشته میگفتیان که خدا تو را بیامرزن خدا تو را ببخشه دیگر فرشته های درگیرش دیگه میگه و یا آمین میگفتیان. وقتی میگه که تو نامی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم شنیدی میگه صلوات نفرستی میگه همون دو فرشته میگفته که خدا تو رو نامرزه ماندگی فرشته هایم چی میگفتین؟ آمین میگفتین. برای همین در کجایی که شنیده نامی حضرت اگر میگه در یگان مجلس مقصد که همین خیلی مجلس هایی که مقصد که صلوات بسیار میخونن تو میگه اقلا یک بار بگو میگه که صلی علی محمد صلوات بر محمد میگه اقلا یک بار بگو میگه. اگر بگو که صلوات بر محمد و علی آل محمد بگو میگه با این کامل تر میشه برای که اهل اولاد داشته میگه مقصد که اگر کسی میگه که اهل اولاد داشته درود صلوات نفرسته میگه مثل که بخیلی کردی باشه اهل اولاد داشته در خونه محمد صلی الله علیه و سلم خدا گفت چه خبر رنگی چه شعر خوند اما چه خوش رو خوندم را با ما گفتم یگان تا دمر زبس کردی اصلا این گفتم چرا؟ آنا با گفت که الو محمد صلی الو محمد سیدینو محمد صلوات بر محمد صلوات گفتگی بنده را نمایی لایقی جنت همه رو گفته همه با هم یور پرسنو که همون خیلی اتون گرفتیم اینو با هم چیزارو کسی که باگان تاک زبس نکنه درد و محنت روی زمین برداشته کنه. خداوند کریم همه امت محمد مصطفی را در پشت پناه خودش بگیره. خداوند همه صاحب خانه را دستی کشاد بتیه دلی پاک تیه پروردگار کریم وقتی شهرش کشو پیر کنه فرزنداش قطی همه خیرای کردگیش با درگاهش قبول کنه. همه شما خداوند کریم نگهبان شوه در پشت پناهش بگیره هر مراد و مقصد اداره خدا جان به مراد و مقصداتون برسانه.